این حالت کجی گرفته خارج شد. ببین نقطه ابتدا و انتها. وقتی که آنژیکت خارج شد سوزنشو در میاریم، انتهای آنژیکت رو قیچی میکنیم، آروم پنس رو باز میکنیم. به همین آسونی پرسینگ رو وارد لوله پلاستیکی آنژیکت میکنیم، آروم رد میکنیم. همزمان گوشواره رو پرسینگ رو به گوشواره پرسینگ رو به داخل هدایت میکنیم. خارج پیچ روی پرسینگ رو میبندیم. مبارکت باشه. اینم پرسینگ نافمون. یک کمی فاصله داره برای اینکه پماد تتراساکلین استفاده کردیم و یا الکل کاملا داخل زخم بره و فاصله شو بگیر و عفونت نکنه. مجدد با پد الکلی خونابه ها رو تمیز میکنیم. و به مشتریمون میگیم تا 3 روز اصلا حموم نره. بعد 3 روز هم اگه دوش گرفت تا 40 روز سرپایی و خیلی کوتاه مدت باشه. از پماد تتراساکلین روزی 4 دفعه استفاده کنه. با الکل هم هر 4 ساعت یه بار شستشو بده. الکل 96%. امیدوارم